اما ما از خدای پس به سوی خدا میریم. خیلی قانون عجیب است. ما را تک و تنها داخل قبر میگذارند. تو اولاد کجا میری؟ تو برادر کجا میری؟ تو دوست و رفیقی که شبها کنار هم دیگر قرار داشتیم کجا میری؟ تک و تنها به این تاریکی قبر، به این تنگی قبر چرا ما را تنها میگذاری؟ چون قانون الله هست، دستور الله هست. وقتی چنین قانونی، چنین دستوری، چنین راهی رو پیش داریم، چرا در دل خود کینه و کدورت را بدیم؟ چرا قومگرایی کنیم؟ چرا نجات پرستی کنیم؟ چرا صفات رذیله و خبیثه را در قلب خود جا بدیم؟ چرا با برادر مسلمان خود دشمنی کنیم؟ چرا حق یتیم و بیوزن را بخوریم؟ چرا بر سر زن و فرزند و اولاد خود ظلم کنیم؟ چرا بی احترامی کنیم برای بزرگان و برای اولیای خود؟ وقتی چنین راهی به پیش داریم، واتقوا الله، بترسیم از الله.